زنده باشی. دیدم به این انگشتر من هی نگاه میکنی شما. آره برش دارم. بیاد خیلی ممنون. دل شما رو هم میخونیم ما حالا. ماه رمضان بهار معنویت و عبادت، جوانی هم بهاره، بهار عمر. پس جوان در ماه رمضان بهار مضاعف داره، بهار در بهار داره. از این استفاده کن. دلهای ما آلوده است، آلوده محبت‌های بیجا، آلوده دشمنی‌های بیجا، آلوده هوس‌های بیجا، آلوده وابستگی‌های بیجا. خب این در عمل ما اثر می‌کنه، این ما رو عقب می‌اندازه. یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک تقرأ و تبین، السلام علیک حین تصلی و تقنط، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک. دختران عزیزم، خانم‌های حاضر در جلسه، عرض میکنم توجه بدید کسانی رو که در پیرامون شما هستند که مسئله حجاب رو یک مسئله دینی و اسلامی و زهرایی و زینبی بدونن. اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. نماز شبی تهجد برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم، سر و کله با این بزن، کار با اون بکن، تو محیط زندگی سخت دیگه. و الحقنا بهم وارزقنا الشهادة فی سبیلک یا مولای. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا